به نام خدا. قاب برد اپ NFT یا همون به عبارتی میمون خسته، همونطور که از سر میبینید یک حالت بسیار فانتزی و جذابی رو داریم مشاهده میکنیم. چاپ برجسته است ولی کیفیت چاپ واقعا فوق العاده هست. رنگ چاپ اصلا نمیره. کیفیت بدنه از پلاستیک یا پلی اورتون هست، یکم سفته ولی واقعا مقاومت خیلی خوبی داره و کیفیت خیلی خوبی داره. محافظ قاب نداره متاسفانه این قاب، ولی خب برجستگی که لبه‌های کار وجود داره باعث میشه که از دوربینتون محافظت کنه. حالا وقتی که روی سطح صاف میخواید قرار بدید گوشی رو. کناره‌های قاب یک نوار سفید رنگ وجود داره و ژله‌ای هستش و کیفیت خیلی خوبی داره. دکمه‌ها فلزی هستن تقریبا و عملکرد خیلی خوبی داره، یعنی با یک لمس راحت میتونید استفاده کنید از دکمه‌ای که کنار و اطراف گوشیتون هستش. داخل قاب چیز خاصی نداریم. کنارهای قاب یک برجستگی وجود داره که باعث میشه که از صفحه نمایشتون محافظت کنه در مقابل ضرباتی که اگر پیش بیاد و اتفاق بیفته برای گوشیتون. کلیت کار واقعا طرح جذابیه و کیفیت کار واقعا فوق العاده هستش. برای سفارش میتونید وارد سایت میهن قاب بشید و قاب رو مشاهده کنید و درخواستتون اونجا ثبت کنید.